او پسر یک فرمانده معروف است که ضد طالبان جنگ کرده بود. احمد مسعود به سیاست وارد شد و همراه با هزارها طرفداران پدر خوشنامش مبارزه خود را ضد طالبان و ایدئولوژی افراطی آنها آغاز بخشید. آرزو و آرمان پدرم آزادی، استقلال، عدالت و برپایی یک نظام اسلامی معتدل بود. به او خود باورمند می‌دانم و مسئول تحقیق امی آرمان. مسعود 12 سال داشت که پدر او شیر پنجشیر احمد شاه مسعود از دست یک مرد طلبی القاعده کشته شد. این حادثه 2 روز قبل از حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 بالای ایالات متحده آمریکا رخ داد. مسعود کلانی و مجاهدان او بر ضد رژیم استبدادی طالبان و قبل از آن علیه نیروهای اشغالگر شوروی جنگیدند. با مرگ مسعود ایالات متحده آمریکا یک متفق مهم خود را از دست داد و تصمیم گرفت به افغانستان نیرو فرستد. نبود پدر هم سخت بود و هم انگیزه داده. مسعود میگوید که قهرمانی ها و یاد پدر برای تربیه روح و روان مبارز او هم خیلی مساعدت کرده است. بدون شک خالیگاه یک پشتبانه و یک پشتیگاه همیشه سخت می باشه، اما با این میداد الحمدلله همیشه تانستیم که به غم و فایق. مسعود 30 سال دارد و تصمیم گرفته است مثل پدر سیاستمدار شود. او بعد از ختم اکادمی نظامی شهر سنت هورست بریتانیا به خانه برگشت. او را ریش سفیدان وادی پنجشیر منطقه در شمال افغانستان که هیچگاه طالبان نتوانستند اشغال کنند امید آینده خود می‌دانند. به نشان نمایش مسئولیتی که به دوش احمد مسعود واگذار شده است، آنها به تن او جامعه یک تهه پوشاندند. و امروز این نیاز بود که آجی صاحب احمد داخل میدان شود و بتانه یک حرکت را و یک آدرس مشخص را در داخل افغانستان شکل بده و این آدرسی باشه که امید برای تمام ملت افغانستان و همه اقوامی که در افغانستان زندگی میکنه یک آدرس مشخص و یک امید. احمد شاه مسعود یک شهید و قهرمان ملی است. عکس او در گوشه و کنار افغانستان دیده می شود. مسعود در نزد مقبره پدر گردی همایی تشکیل و از مردم دعوت کرد که بر ضد طالبان از راه‌های نظامی و سیاسی مبارزه برند. تشنه اتحاد و تشنه صدایی هستند که صادقانه به خاطر اتحاد و عزتشان بلند شود. مسعود در رابطه با مذاکرات صلح ایالات متحده آمریکا با طالبان و نیت آمریکا درباره بیرونکشی 15,000 نیرو نظر تنقیدی دارد. وقتی که ما میاییم یک شرایطی را، یک اوضاعی را برای سرنوشت یک ملتی را تصمیم میگیریم، ای باید در روشنی و آگاهی همین ملت. واشنگتن بعد بمبگذاری 5 سپتامبر مذاکرات با طالبان را خاتمه داد. در این حادثه 10 نفر از جمله یک سرباز آمریکایی کشته شد. ولی قبل از اعلان این تصمیم مسعود از دستیابی ایالات متحده آمریکا به سازش با طالبان اظهار شبهه کرد. این ختم جنگ نه، بلکه تشویق افراطیت، تشویق جنگ، تشویق خونریزی است. ضرری و خود امریکا میرسه. امضای یک طرفه یک ابرقدرت امضا میکنه امرای یک گروه. باز در اینجا تمام کسایی که دست به خاطر خشونت و به خاطر جنگ زدیان روحیه میگیرن. مسعود اینچنین از خبرهای اینکه طالبان وقتی سر قدرت برگشتن نظام عمل کننده دموکراتی را به امارت اسلامی تبدیل میدهند بسیار نگران است. شکل نظام آینده افغانستان و تغییر نظام آینده افغانستان از نظام و شکل به یک ترتیب جمهوری اسلامی به یک شرایط مثل امارت اسلامی فقط و فقط همه پرسی و تصمیم مردم افغانستان میتونه تغییر بده و علاقه. این دیگه خط سرخ مردم افغانستان و ماست. به باور مسعود در صورتی که شمار زیاد مردم به مبارزه با طالبان به پا شوند امکان تغییر وضع وجود دارد. ما یک فرصت فوق العاده و طلایی میدانیم. جنگ و خونریزی افغانستان همیشه دیگه صد راه پیشرفتش بوده، صد راه اتحاد و اتفاقش بوده و همیشه باعث شده که ملت ما و مردم ما و چیزی که شأنشان است و حقشان است متاسفانه به اون نرسند. بعد سالیان طولانی زندگی و تحصیل در خارجه مسعود باز هم یک شخص بی تجربه در عرصه سیاسی می باشد. مبارزه سیاسی در این کشور همان گونه که برای پدر قهرمانش آسان نبود، برای این پسر جوان هم پرچالش خواهد ماند.